سلام به همگی. دکتر محمد خادمی هستم. امیدوارم در این دوره از پادکست های علمی در طب زیبایی بتونم جدیدترین و دقیق ترین اطلاعات علمی رو در حیطه زیبایی در اختیارتون بذارم. شاید این سوال ایجاد بشه که چرا تصمیم گرفتیم که این برنامه رو تولید بکنیم و این سری از پادکست ها رو در اختیار شما قرار بدیم. دوستایی که شاید از 10 تا 12 سال قبل من رو میشناسن و فعالیت من رو در دنیای زیبایی شاهد بودن یا اینکه افتخار حضورشون رو داشتم در کنار خودم و مراجعین عزیزم شناخت بیشتری در مورد من داشته باشن. شاید بیش از تولید 1500 تا پست قبل و بعد بیمارها و خیلی از هایلایت های مختلف در پروسیجرهای مختلف، بیش از 5000 تا 6000 تا نمونه کافی باشه از فعالیت ما در حیطه زیبایی در 10 تا 12 سال اخیر. اما نیازی که در این مدت بیشتر ما احساس کردیم در مورد مراجعین، در مورد فیدبک هایی که دوستان و افراد در دنیای زیبایی دارن یا علاقه‌ای دارن یا سوالهایی که براشون ایجاد میشه یا احیانا عوارضی که اتفاق میفته و از اون آگاهی ندارن، ما رو تشویق کرد به این که بیایم به صورت علمی به جهت رسوندن آگاهی و دانش بهتر برای مخاطب‌ها و دوستای عزیز این سری از پادکست ها رو تولید بکنیم و در این محتوا سعی ما بر این هست که آگاهی های بروز رو به شما انتقال بدیم، فواید و مضرات روش ها رو توضیح بدیم، شما رو آگاه بکنیم نسبت به تصمیمی که دارید بگیرین در حیطه زیبایی، در مورد کارهای جوانسازی، در مورد مزایا و معایبش، و این آگاهی بتونه به همه ما، هم شما مراجعین هم پزشکان، کمک بکنه که ارتباط بهتر و روشنتری رو نسبت به بیمارانشون و مراجعینشون داشته باشن و این افزایش آگاهی باعث بشه که بهترین کارها رو در مورد خودمون انجام بدیم و به بهترین نتایج دست پیدا بکنیم. امیدوارم در این سری از پادکست ها ما بتونیم به این رسالت که آگاهی شماست خوب عمل بکنیم و ویدیوهایی پر از دانش و علم در اختیار شما بذاریم و از تجربه و علم کمک بگیریم در راستای اینی که هر روز بهتر بشیم. خیلی ممنونم.